و اذا اخذنا میثاقکم، قابل یادآوری است در آن وقتی که ما گرفتیم وعده محکم از شما، و رفعنا فوقکم الطور. این وعده گرفتن از پدرای از یاس بر اسرائیلی که در زمان پیغمبر از خو نگرفته، خو یا سریو وعده محکم بودن، امور گفتن که بالکل حق است، خب باز امور که اعتراف هم داره باز هم مخالفت میکنن. و اذا اخذنا، قابل یادآوری است در آن وقتی که گرفتیم میثاقکم، وعده محکم از شما، و رفعنا فوقکم الطور، بالا کردیم بالای شما کوه طور برای عملی کردن احکام. چرا که شما سرپیچی میکردی. خذوا ما آتیناکم، گفتیم براتون که بگیره به قوت عمل ما اون چیزی را آتیناکم که برای شما دادیم، به قوت عمل، همگیتان به همت به تطبیق عملی بگیری احکام. واسمعوا، به دلتان بشنوه. اینجا واسمعوا به معنای وقبلوست، قبول کنه. تو نه که تنها در گوش بشنوه خیر و خلاص، به دل بشنوه، بپذیره ایره. قالوا، یا گفتن سمعنا، در زبان خود گفتن سمعنا، بالکل ما شنیدیم. باز پتک در خطی خود چی گفت؟ و عصینا، نافرمانی کردیم، نخواد که خیر از ما ببینیم. پدر که خیلی باعث میشه بچه خود یک جای روان میکنه دلش نمی باشه، گریان میکنه که برو از بزرگ گوش بیار، نه میرم، نه وقت میشه، چی میگه؟ باز یک دفعه که خیلی زیاد باعث میشه دمی گریان چی میگه؟ خیر نخواد خواست پیشم خیر ببینی. خیر چی طور نمیبینه؟ میره عالی پسان گریان میاد، خیرت است پیسه از پیشم گم شد، او را خشیر یک زده. پدر میگه که تو گپی تا خالی قبول دارم، خو نخواد از پیشم خیر ببینی. این یهود امی قسم مردم بودن، در زبان گفتن سمعنا، بسر چشم، در دل چی میگفتن؟ و عصینا، ما فقط نافرمانی کار ماست، نخواد از ما ببینی. بعضی مردم همین طور است یا نیست؟ قطعت میه چی بکار است، چی ضرورت، بنده فقیر برای دازر است، او طرف که میره یقین میکنه اگه از پیشم خیر ببینی 4 روزی خدا قطع تیر میکنم. اما طور میگه نمیگه، نه دین ای درس نمیده. در مورد احکام الله انسان فقط جنبه سمبولیک و جنبه زبانی را نداشته باشه، اقوال قولا کفایت نمیکنه. دین از ما مطالبه عمل داره در مورد احکام الله. اگر کسی ادعا میکنه که من قرآن دوست دارم، بعد در درس قرآن حاضر شوه سر خود عملی کنه، تطبیق عملی، اخلاق خود، عمل خود، عقیده خود موافق کتاب الله جور کنه، اونو وقت با صحیح است. اگر نه که میگی قطعی قرآن زیاد دوست داره، قرآن خیلی زیاد دوست دارم، خو نه زنید قرآن یاد داره، نه سنوید، نه دخترید، نه بچید، در روزی پنجشنبه قاری کوره میاری. عجیبی محبت قطعی قرآن داری. قرآن خیلی زیاد دوست داریم. قرآن از دوست داری، روزی جمعه باز چی میگه؟ والا خسته شدیم، یک هفته کار کردیم. ای دخترا جمع کن یک چیزی، یک فرشک قی خود بگیره. پدر جان کجا میریم؟ در بند قرغه میریم. جمعه را خبر نداشتی، تو قرآن دوست داشتی. قرآن خبرت چی گفته بود؟ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. قرآن دوست داریم. قرآن خبرت حجاب گفته بود. قرآن دوست دارم. قرآن خو سود حرام کرده بود، تو تمام عمر سود کرده رویستی. چه رقم قرآن دوست داری؟ الله مزمت یهودا که بیان میکنه به می خاطر که با زبان گفتن شنیدیم، اما به قلب و در عمل چی کردن؟ عصینا را گفتن. و اشتربوا فی قلوبهم العجل، نوشانیده شده بود در دلهایشان العجل، محبت گوساله پرستی. چرا؟ بکفرهم، به سبب کفرشان سبب شده بود که محبت گوساله پرستی در قلبشان جا داشته باشه. اشرابی را میگه کدام وقت باغ او داده یا نه؟ شووکی داده باشه. شوو میفهمه؟ شووکی در باغ بدی سبا بیایی که گنده درخت 1 متر بالا هم نم کش کنه، که خوب سیراب شوه، ریشش آب کش کنه. الله تبارک و تعالی میگه این مردم در رگ از یا محبت گوساله پرستی جای گرفته بود. از همون خاطر الله امر کرد که گوه چی کنه؟ ذبح کنه. چرا؟ که محبت گوساله چی شوه؟ از بین بره. ما یقینا از زیارت ترسی ما وقتی گم میشه که گنبزش به دست خود چی کنیم؟ چپا کنیم. اون وقت باز میفهمیم. در غیر از او یک کمی خشخش داریم. اما تو رست یا نه؟ ما بادا که شو چپرکت ما را چپا نکنه. محترم در یک جای می رفتیم، در یک جای رسیدیم، دمی طرفی تگاب می رفتیم، از همی بندی
پلیس چی سروبیم که تیر شدیم طرف اونجا یک زیارت است کسی که طرف تگاب رفته دمو پس که پس دره برابر میشی دم اونجا یک زیارت است اما دریور گفتی نمید زیارت که دعا نکنی تیر پنچر میشه بده ما گفت جلو و دمه علاقت حرکت کنم گفتم دعا نمیکنیم گفت حالی معلوم میشه حالی یک طرف کلکینا رو واس کرده این طرف سعی میکنی طرف نه تیر پنچر شد نه چی شد گفت ما کمی میریم که دعا نکنیم تیر پنچر است من گفتم شما بدبخت هستی به این عقیده همینطور کردیم ما خو عقیده به الله داریم به این نداریم چرا یک عقاید اوهام پرستی را به خود گرفته ای اولیای کرام اگری ولی باشه این تیرای مردم پچر کنه آزار بده مردم خاک ده سری تور ولی چه مسلمانا را اذیت میده این توری ولی شده میتونه ولی الله خو او یک دم به مخلوق الله خیر میرسانه دلسوز است یا تاری را ولی را هم نشناخته خو ولی را چی معرفی میکنه که شب تو را میترسانه در دریا میپرتته لول میده تا خوجه غلطانی بگوی ولی عجیب است یا ولی است اولیاء میتور نمی باشه الله اکبر قل بئس ما یأمرکم بایمانکم بگوی پیغمبر علیه السلام بئس ما خیلی بد است آن چیزی که یأمرکم امر میکنه به او چیز ایمانکم ایمان شما او ایمان کدام چیز است اگر شما محبت قطعی گوساله پرستی داره اگر شما فقط در زبان میگی سمعنا لیکن در قلب میگی عصینا زبانتان یکی و دلتان دیگر رقم است اگر این کار به امر ایمانتان باشه عقیدهتان این تقاضا را داشته باشه این بدترین ایمان است این چی است بگوی باز بدترین ایمان است ایمان ان کنتم مؤمنین اگر شما دعوای ایمان داره عجیب است این ایمان نیست ایمانی طور نمی باشه اگر این کارا به سبب انگیزه ایمان میشه او ایمان بگوی نیست قطعا ایمان نیست قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کانت لکم الدار الاخرت دیگه ادعای پوچی یهود چی بود میگفتن آخرت تنها برای ماست دیگه قوما برای جهنم دیگه قوما پیدا شدن ما برای چی پیدا شدیم جنت از ماست خیلی خوب جناب که کلی مردم علاق میدانی خدا نجات داده او جنت هم برای توست در این دنیای فانی چی میکنی هر روزی مشقت تکلیف رنج غم یگانه مانع برای رسیدن جنت چیست مرگ فقط طلب بکن از الله که یا الله مرگ زود بیار که من اصل هدف خود زود برسم بیا دیگه امی کارا میکنی یا نه اگه حقیقت داشته باشه خود تو باید امی سوال بکنی ایره مباهله میگه چی میگه مباهله تو که این قدر حقیقت دعوا داری دعا کو که مرگ سرت برسه خو یهودی بیچاره خوب میفهمن که ما چی کارهای غلطی کردیم و مبتلا به چی عذابای شویم از امو خاطر آنقدر حرسی زندگی را که یهود داره مشرکین هم نداره چی نداره امو کسایی که آخرت قائل هم نیستن به زنده شدن بعد از مرگ قائل هم نیستن امو قدر زندگی را خوش نداره مسلکی کی خوش داره یهود پس ادعای از یا باطل است دروغ میگه که جنت برای ماست چرا اگر جنت برای از یا می بود دستی مرگ طلب میکرد که در اصل مقصد خود چی میشد میرسیدن قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کانت لکم الدار الاخرت اگر باشه برای شما مخصوص شما دار آخرت عند الله بنزد الله تبارک و تعالی خالصتا که خالص باشه من دون الناس بغیر از مردم خالص برای شما باشه ناز و نعمت برای شما باشه راحت همه نعمتا فتمنوا الموت مانع رسیدن به هدف خود تنها مرگ است و مرگ شما خودتان تمنا کنه آرزو کنه فتمنوا الموت ان کنتم صادقین اگر در دعوایتان راست میگی خیر طلب کنی مرگ نه که برسی در نعمتا این جنجالای دنیا را چی میکنه که هر روز کشیده رایسته لیکن یا علی مرگ طلب میکنه یا نه اینجا چرا قرآن میگه که مرگ طلب کنه در حدیث خود پیغمبر منع کرده که کسی مرگ طلب نکنه اینجا مرگ طلب کردن نبود به خاطر از اینکه مشکل است بلکه به طریق مناظره بود مباهله بود یکی دوم طلب مرگ دو قسم است یکی طلب مرگ از روی تنگ شدن از زندگی است که حالات سر دشوار میاد تو میگی یا الله مرا مرگ بده این ممنوع است چرا تو مورد امتحان الله قرار گرفتی از الله صبر طلب بکن امتحان الله را چی بده یکی مرگ طلب کردن که دین ده خطر میشه چی خطر میشه در اون صورت باز مرگ طلب کردن نادرست نیست بلکه جایز است بلکه واجب میشه از این خاطر در یک دعا پیغمبر علیه السلام چی میگه و توفنی غیر مفتون الله برای من وفات نصیب بکو
در حالی که در فتنه واقع نشده باشم. فتنه چی را میگه؟ که کسی پیدا شود که تو را به زور از دین برمیگردانه، حالات خراب شده، آل حفاظت خود نمیتونی، مرگ باز برات ضرور است و این منع نیسته. ولا یتمنوا ابدا بما قدمت ایدیهم، بر از خود چالش داده شد که اگر راست میگی خیر طلب کنی مرگ، طلب میکنه نه. ولا یتمنوا اعجاز قرآن ببینی، قرآن خبر میده که یا هرگز طلب نمیکنه، هرگز چی نمیکنه؟ طلب نمیکنه. دو اعجاز قرآن ثابت شد. یک طرف خو قرآن خودش خبر میده که طلب نمیکنه، خامیا یک دفعه طلب میکرد که امی خبری قرآن چی میکردن؟ دروغ ثابت میکردن. قرآن خو خبر داده بود که هرگز طلب نمیکنه، یا باید طلب میکرد که خبری قرآن چی میشد؟ دروغ میشد. خو لیکن طلب کردن. از او خاطر قرآن معجز است یا نیست؟ معجز است. یک، دعوای دین یهودیت راست شد یا دروغ؟ دروغ شد. اگر راست می بود حتما طلب میکرد که یک طرف دینشان ثابت میشد، دیگر طرف قرآن دروغش ثابت میشد. نعوذ بالله. هر دو امر ثابت نشد. قرآنی گپاره بر ما میگه ولا یتمنوا ابدا، هرگز آرزو نمیکنه مرگ ابدا هیچگاه. چرا؟ بما قدمت ایدیهم، به سبب آن چیزی که پیش فرستاده دستایشان، اعمال کفری که انجام داده، ایمان به پیغمبر ناوردن، تحریفات کتاب خود کرده، کتاب خود در پشت سر انداخته، آرا و نظریات دین خود جور کرده، در بین خود اختلافات آورده. یهود هم اینطور بود. این حالات آورده، از او خاطر ترس از مرگ داره. والله علیم بالظالمین، این بیچاره فکر میکنه کارکردگی و اعمال زشت ما البته کس خبر نداره. الله علیم است به او کسایی که از حدود الله میبراید، کارای غلط و نادرست میکنه. ولا تجدنهم احرص الناس، خامخا تو میابی پیغمبر علیه السلام ای مخاطب امی یهودا، احرص الناس خیلی حرصناک، حریصترین مردم ها، علی حیات بالای زندگی، یا زندگی را خیلی حرص داره. و من الذین اشرکوا، از مشرکا کدام یا خیلی حریص هستند، با وصفی که مشرکا خود روز آخرت قبول نداره، یا باید زندگی را زیاد خوش داشته باشه. چرا که به روز آخرت عقیده نداره، به جنت عقیده نداره. یود احدهم، دوست داره یکی از امی یهود، لو یعمر، اگر عمر داده شو 1000 سنه، 1000 سال. مراد از 1000 ای برای کثرت ذکر شده که هر قدر زیاد باشه. و ما هو، نیست امی چیز به مزحزحه، دور کننده امی آدم امی یهودی را، من العذاب، از عذاب. ایو عمر، امو چیز چیسته؟ ایو عمر که عمر برش داده شوه، ولو که زیاد سالا باشه، از عذاب الله خود خلاص کده میتونه. خلاص از عذاب الله عقیده صحیح و عمل صحیح میکنه، دیگه خلاص کده نمیتونه. نسبا خلاص نمیتونه. از اون خاطر کس دیگه فکر نکنه که آقا صاحب هستم، یا صاحب هستم، صاحب زاده و گل زاده و خان زاده هستم. عقیدت که درست نبود، عملت راه نجات نداری. والله بصیر بما یعملون، الله خوب بیناست به اون کارایی که انجام میده. کدام برنامه های غلط و نادرستی که یاد داره، الله مکمل واقف اطلاع داره. قل بگوی پیغمبر علیه السلام، من کان عدوا لجبریل، یهود همیشه بانجویی میکرد، حقیقت نمیپذیرفت، گاهی طرف خیز میزد، گاهی طرف خیز میزد. دین که وقتی حق بر آدم ثابت میشه، باز دیگه نعوذ بالله شانه را خالی نمیکنه، به احکام الله تسلیم میشه. حکم الله را اگر کسی میاره، ما چی کنم که هر کس برام میاره، خو حکم کی باشه؟ الله باشه. اگر از طریق امام ابو حنیفه رحمت الله علیه برام میرسه، حکم الله و رسول است به سر و چشم. اگر از طریق امام شافعی رحمت الله علیه میرسه، اگر از طریق احمد ابن حنبل میرسه، اگر از طریق امام مالک رحمت الله علیهم میرسه، حکم الله و کیست؟ رسول است. بس نگه که چشمی مسمه میپذیرم. مرا چی؟ که از یکی را بپذیرم از دیگر را نپذیرم، بهانه کنم. یهود یکی بهانه‌شان چی بود؟ یکی بهانه است، لیکن اصل هدف بزرگ سیاسی دیگه داره. این مکار طایفه، الله اکبر، در ظاهر خو مردم فریب میده، یعنی ما خو حق پرست مردم هستیم، لیکن به شرطی که نمی حق از دست فلانی می آمد، ما از حق مخالفت نمی کنیم. مخالفت ما به خاطر ازیسته که فلانی خان ای را بیان کده آورده. اگر یک کسی دیگه می بود، به سر و چشم می پذیرفتیم. این طوری بهانه ها درست است؟
اینطوری عذر درست است؟ یه عذر نیست. تو نان کار داری، خدا کنه که احمد برات میاره یا محمود، نان برات میرسه بخو دیگه. تو میگی نه اگه احمد نان برام میاره خب گوشت و پلو است، ایره نمیپذیرم. اگه محمود بیاره خلی که نانی خشک باشه باز میپذیرم. برادر شکمی تصیر کو، تو را در وسیله و واسطه چی؟ در حالی که امی گپیتام غلط است. آیا در بین ملائک مرتبه و مقام جبرئیل امین چطور است؟ جبرئیل امین قدر قابل قدر شخصیت است که آن چیزی که مایه حیات و سرفرازی توست امو ملک میاره بالای پیغمبر، امو ملک میاره. او قاعده است آن چیزی که سبب حیات انسان است واسطهش هم قابل چیز قدر و قیمت است یا نه؟ گروه برای ما روشنی کرده لیکن توسط لین آمده، لینم قدرش داریم یا نه که قطع میکنیم؟ نه قطع نمیکنیم، لینم قدرش میکنیم. پس کسی که برات روشنی آورده او را عزت کن، نه که مخالفت کن. خو لیکن یا شانه را خالی میکنه از اینکه حق بپذیره، خو هدفشان دیگه مرموز است. مثل یهودی امروز واره این جهان استعمار نیست، یا بزرگترین ماهرترین منافقین است، یا به این طور شود داخلی الله اکبر. نمیگه بری تو که حجاب دور کن، خواه فضا را طوری میسازه که خود به خود حجاب چی شود؟ لوله شود اونجا انداخته شود. نمیگه ریشی تکل کو، خو شرایط در دفتر میگذاره که دیگر روش تو مجبور استی تراش کنی. نمیگه برات پتلون بپوش، خو وضعیت طوری میسازه که تو مجبور میشی به پتلون پوشی. یا بسیار ماهر هستن. چرا؟ اگر تو را بگه که حجاب دور کن میخیزی، تو یک حکم شریعتی ما را من نمیکنی. لیکن از اون نگاهی طور من نمیکنه که تو نمیفهمیم. یک قدر خوب میپذیری که پرسان نکن. میپذیریم یا نمیپذیریم؟ میپذیریم. دموکراسی را که پذیرفتی بازور هم میپذیری، در زمینش میپذیری. ها؟ یک آدم که حالی نصرانیت اعلان کنه قتل کده میتونی؟ ها؟ چرا نمیتونی؟ بگوی قانون حقوق بشر تو چی کردی؟ پذیرفتی. و هر کس در اظهار نظری خود چی باشه؟ آزاد باشه. بس حالی تو نمیتونی. از کدام را تو را محکم کرده بسته کرده؟ قاتل شما قصاص کرده میتونه؟ حالی زناکار سنگسار کرده میتونه؟ دزد دستش قطع کرده میتونه؟ شرابخور دوره زده میتونه؟ نمیتونه. چرا نمیتونه؟ از این طور را بسته کرده تو را که این چور داده نمیتونی. خدا ایرا ماهرین میگه منافقین. یهود سرچشمه و سرداری از جاست. منظورشان چی بود؟ شما خبر داری؟ جبرئیل امین چرا یا دشمنی داره؟ وحی بالای پیغمبر علیه السلام کی آورده بود؟ جبرئیل امین. توسط آوردن وحی جبرئیل امین که شریعت پیغمبر است، شریعت یهودیت و نصرانیت چی شد؟ منسوخ شد. این مردم اعتراض سری سند داشت. سری کی داشت؟ سند که دور کنه شریعت تو قابل قبول شد یا دور انداختنی شد؟ قابل رد شد. که وقتی قابل رد شد شریعت خودی از جای به جای چی میشه؟ باقی میمانه. این مردم میگه از همون گلونش بگی که خفه شو، زودی کده دیگه خدا شور داده نتانه. این خبیثا از گلون میگرفتن، سند از بین میبردن. سند میشناسید؟ آلی سندا را براتون معرفی میکنیم. یک سند در بین پیغمبر و الله قرار داره. یک سند قرآن که الله روان کرده، سندش کیست؟ جبرئیل امین. اگر جبرئیل امین نعوذ بالله غلط ثابت شوه، وحی پیغمبر غلط ثابت میشه یا درست؟ غلط ثابت میشه. چرا؟ سند غلط ثابت شد. دوم سند از پیغمبر علیه السلام به کلی امتش. سند اینجا کیست که دینی پیغمبر به ما رسانده؟ صحابه کرام. کی رسانده؟ خب یهود در اونجا سند قطع میکرد، سند مورد طعن قرار میداد، به خاطری که سند از بین بره دینی پیغمبرم مکمل به اعتبار میشه، به اعتماد میشه، خلاص میشه. لیکن چوچای یهود امروزیم امی تصمیم گرفتن که این طرف از پیغمبر علیه السلام تا امت این سند از بین ببره. این سند چی رقم از بین میبره؟ میگه صحابه کرام شاگردای مستقیمی پیغمبر علیه السلام که از مجلسای پرنور و مبارک پیغمبر استفاده میکردن، او مردم کلش مرتد شده غیر از 5 تن. غیر از چند تن؟ 5 تن باقی مونده دیگه مرتد شده.
پس هر دینی که توسط صحابه بری تو رسید است باطل است یا حق؟ میگه باطل است. گپ دیده؟ اینی را مردم میگه از گلونش بگی. خبر داره؟ خو امروز مردم دخترکی خدا تقدیم میکنه با اموتور مردم واره که تو عقیده را داره. دوستی و خیشی قطعش میکنه خو لیکن خبر نداره. یکی از شما سوال میکنم، یک روز در ترجمه مولوی متوکل حاضر میشه در حالی که در علیه ما بسیار تبلیغات هم شده، در او کوچم که آمد در گوشش پف شد که او جنه رو گمراه میشی، در او کوچم در او جمع خب باز هم آمد خود رسان تا عبدالله ازامه. همین یک دفعه که نشست که قرآن جذب کرد شه اینطور فکر میکنه که کل زندگیم یک طرف، همین ساعتایی که اینجا تیر کردم دیگر طرف. همین طور است یا نیست؟ انشاءالله. باز بعد از او که میره در خانه تهدید میشه، خبر شدم که در ترجمه رفتی، از خانه میکشم تا عاق میکنم تا مادر میگه برات بددعا میکنم، ماما و کاکا قطش سلام نمیندازه، باز آخرام از خانه میکشش. خوی بچه میگرده یا نمیگرده؟ بگوی ها؟ یک روز قتیما واری مردمی گناهگار تیر میکنه، قرآن این ای قدر جذب میکنه که دیگه هر رقم سختی سرش میاد خو عقیده را اله. شما چی گمان داره؟ کسی که در مجلس پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مجلس پرنوری از او ایمان بپذیره باز شده میتونه که او ایمان اله کنه؟ این گپ من نمیزنم. یکی از دانشمندای اروپایی نوشته کرده که یکی از علامات حقانیت دین پیغمبر است که هر کسی که یک مرتبه دین از این پذیرفته باز مرتد نشده، که به صورت واقعی پذیرفته باشه. لیکن امروز مردم پیدا میشه میگه صحابه کلش مرتد بود، نعوذ بالله. سند قطع میکنه، سند قطع میکنه. این در اصطلاح علمی ما اصطلاح منطقی صغرا و کبرا میگه که نتیجه سرش بگه مرتب میشه. صحیح است؟ مساجد کلش قابل تعظیم است. اول میگیم مسجد عبدالله ازام قابل تعظیم است، این صغراست. بعد از اون میگیم هر مسجد که به نام الله تبارک و تعالی جور شده باشه او قابل کیست؟ تعظیم است. پس مسجد عبدالله ازام قابل چیست؟ چرا یام در جمله مسجدهایی که برای الله جور شده او را کبرا میگه، این را صغرا. اینجا یا صغرا و کبرا را کردن. چه رقم گفتن؟ صحابه مرتد است، یک صغرا شد. و هر کسی که مرتد شده باشه کدام روایتی که نقل میکنه قابل قبول نیست. پس دینی را که صحابه برای ما آورد قابل قبول خلاص. دینی تزبین میبره یا نه؟ این دسیسه در او زمان یهود کرده بود، در این زمان هم میکنه. بعد از این میکنه یا نمیکنه؟ عقبات ستره باز بخیر در سوره انعام میخوانه. یک رای از یا ایست از تبلیغاتش تاپا سری تو میزنه. تاپا سری چی میکنه؟ میزنه. میگه فلانی استازش اینطوری. چه از خودش خوب آندم از خود درس پیشی فلانی استاز خونده. همینطور میگن نمیگن؟ حالی میگه قرآن کریم میگه قل بگوی پیغمبر علیه السلام من کانه کسی که باشه عدو لجبریل دشمن برای جبرئیل پس بچقه و بسوزه. جزا محذوف از اینجا خب پس بچقه و بسوزه. ما شما میگیم یا نه؟ خدا بسوزانه که دشمنی با جبرئیل داره. این همی قسم گبی کدام خدا هلاک کنه او کنه خدا. یک مانا قل من کان عدو لجبریل بگوی پیغمبر علیه السلام کسی که دشمن با امرای جبرئیل باشه چیست؟ پس این خیلی ظالم است و خیلی بی انصاف است. چرا ظالم و بی انصاف است؟ بخاطری که فإنه نزله على قلبك جبریل امین خوش شخصیتی است که روان میکنه میاره بالای قلب تو وحی الله را به اذن الله، با فرمانی کی؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام من کان عدو لجبریل کسی که دشمن برای جبریل است فقد کفر بما انزل الله او آدم منکر است به آن چیزی که الله نازل کرده. چرا کافر است به انزل الله؟ بخاطری که فإنه نزله امی ما انزله کی روان کرده؟ کی آورده؟ جبریل امین آورده. که وقتی جبریل امین کافر میگی ما انزله جبریل که کدام چیز آورده او را هم چی میگی؟ کافر استی. دیگه مانا
قل من کان عدوا لجبریل فهو عدو لی، بگو که اگر کسی دشمن جبریل امین است الله میگه و دشمنیم است. آیت داره پشتی سر اون میگه من کان عدوا لله و ملائکتی و رسولی و جبریل و میکالا فإن الله عدو للکافرین، الله دشمنیش است. و جبریل دشمنی با الله است، دشمنی با الله است. جبریل کی روان میکنه؟ چرا؟ خود الله جواب میگه فإنه هم جبریل نزله میاره قرآن کریم علی قلبک، بیرون میرون وحی غلط ملت نمیشه، فقط در قلبت وحی میآید، یک حرف تا و بالا نمیشه. مردم چی میگه؟ سخنی تا شنیدم در دل شنیدم، در دلم جای گرفته، علی فراموش نمیشه. وحی الله که می آمد سری پیغمبر امیر رقم بود، در قلب پیغمبر وحی چی میشد؟ خود جبریل امین برای خود و به نظر خود آمده به اذن الله. اگه وحی میاره الله به جبریل امین به اذن الله میاره. یا چی میگفتن؟ ما دشمنی به جبریل داریم. چرا؟ جبریل منطقه ها و قریه ها را بالا برده، آسمان پس زده، در زمین مردمش هلاک کرده.